درود بینندگان عزیز یوتیوب کانال اسر، شما رو با برنامه دوم خود خیرمقدم می‌کنیم. روز 12 مارس در شهر گلستان ولایت سوخت مسابقه انعنوی برای دریافت جام لیگ فوتبال تاجیکستان با اشتراک 12 دسته شروع گردید. طبق قرعه کشی 12 دسته با سه گروه 4 دستگی تقسیم شدند. در گروه A دسته فایزکند ریگرتاداس منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان و دسته اسخاتا. در گروه B دسته گلستان شهر گلستان که امسال حقوقی در لیگ یکم برآمد کردن را صاحب شده است. استراوشان شهر استراوشان، روشن شهر کولاب و هیئت جوانان استقلال اشتراک می‌نمایند. گروه V از دسته روشن ظفرآباد، سیسکه دوشنبه، خوجند و خطلان تشکیل می‌دهند. این مسابقه با مقصد آماده گردیدن دسته ها با موسم نو فوتبال برگزار می شود. در مسابقه ستاد مربیان تیم ملی تاجیکستان با سرداری متخصص خورواک پیوتر سیگر اشتراک می نمایند و البته این اشتراک ستاد مربیان برای دریافت چهره های نو و جلب آنها با هیئت تیم ملی تاجیکستان می باشد. در دوره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا، دسته منتخب جوانان تا 23 ساله تاجیکستان از 19 تا 31 ماه مارس در شهر انتالیا دولت ترکیه جمع آمدی آموزش مشقی خود را می‌گذراند. سرمربی دسته مبین ارگش می باشد. مبین ارگش یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال تاجیک و مربیان صاحب تجربه می باشد. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در جمع آمد آموزشی مشقی خود در انتالیا 3 بازی آموزشی می‌گذراند با همسالان خود از کشورهای کویت، اردن و افغانستان. در نتیجه در برای نتایج برگزاری این جمع آمد آموزشی مشقی و بازی‌های دوستانه تیم ما در برنامه‌های آینده خود البته تفصیلاتش را به شما شرح می‌دهیم. و یک خبر نگران کننده برای دوستداران فوتبال تاجیک. حملگر ترپید بلاروسیا و دسته منتخب تاجیکستان شهرام سامیر اوسیه برداشت. مهلت برقرار شدی 3-4 ماه در بر میگیرد. خبر داد صحیفه رسمی ترپید. و احتمال زیاد شهرام در بازی‌های انتخابی جام آسیا و چمپیونات آسیا تا بین جوانان تا 23 ساله شرکت کردن نمیتواند. ما با شهرام شفای عاجل و کامل را تمنا داریم. و اخیراً درباره تحریم‌های فوتبالی. فوتبال قاصد صلح بود، هست و میماند، اما متاسفانه نه امروز. ببینید که فوتبال به سیاست کشیده شد و دسته تیم‌های باشگاه‌های فوتبال، دسته منتخب ملی روسیه از فوتبال از اشتراک در مسابقه‌های رسمی این سازمان‌ها برکنار کرده شد. فوتبال بازان جنگاور نیستند و آنها کار خود را میکنند و از نقطه نظر انفرادی ما این تحریم ها نادرست می باشند، زیرا فوتبال همچون قاصد صلح در همه دور زمان باید باقی ماند. حتی در خاطرم هست وقتی که در ما وضعیت خیلی هم ناجوری ها بودند در منطقه ها و رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان کوشش ها میکردن تا در آن منطقه هایی که از آنجا خبرهای ناخوش میرسیدن دسته های فوتبال را سازمان دهند
و تو مردم آمد و رفت مردم بیشتر شود. یعنی از فوتبال همچون از یک عامل اتحاد کننده جمعیت، عامل اتحاد کننده مردم استفاده برم و فکر میکنم از مسابقه های سطح بین المللی بیرون کردن تیم های فوتبال و باشگاه های فوتبال این هیچ وقت به خوشی نمی انجامد. حتی در دوره جنگ بزرگ وطنی فوتبال بازی میکردم و از فوتبال همچنین واسطه اتحاد کننده ملت ها استفاده میکردم. سلامت باشید.